دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو ویدیوی امروز به کمک هوش مصنوعی و با استفاده ترکیبی از چند زبان برنامه‌نویسی مختلف یه ابزار دستیار تریدی رو بهتون معرفی میکنم که به جرئت میگم در هیچ جای دنیا عرضه نشده و برای اولین بار در این ویدیو داره بهتون ارائه میشه. دوستان این ابزار نظیر نداره، بسیار به تریدرها کمک کننده است. پیشنهاد میکنم برای رشد و پیشرفت سبک تریدتون این ویدیو رو تا آخر ببینید که بعد از دیدن این ویدیو نگاهتون به ترید کلاً عوض میشه. این تغییر توی سودده شدنتون در یک روز معاملاتی بسیار تاثیرگذاره. خودم از وقتی دارم از این ابزار استفاده میکنم تغییرات عمده‌ای در بازده روزانه ترید من ایجاد شده که هر چی من تعریف کنم اون عمق مطلب ادا نمیشه. باید به چشم خودتون حتما ببینید. تو این ویدیو ابزار جدیدی که معرفی میکنم 3 بخش مختلف داره. فعلا حالا بعدها آپدیت ویژه‌ای هم بهش اضافه میشه. بعد اینکه حالا فیدبک بگیرم ازتون ببینم چه چیزای دیگه نیازه قطعا بهش اضافه میکنم. الان تک به تک این بخشا رو با هم میریم جلو و معرفیشون میکنم. بخش اول مربوط به باز کردن پوزیشن در تریدینگ ویوه. خیلیاتون توی تریدینگ ویو تحلیل میکنید، مجبورید برید توی صرافی تا پوزیشن رو باز کنید. با این ابزار شما مستقیم توی تریدینگ ویو و با این افزونه کرومی که من طراحی و کد نویسی کردم پوزیشن رو باز میکنید. منتها با یه فرق بسیار بزرگ و کلیدی. دوستان دقت کنید، اونم مربوط به پوزیشن سایزه که یکی از بزرگترین مشکلات تریدر هاست. وقتی میخوای وارد یه پوزیشن بشی با توجه به فاصله استاپ جوری سایز پوزیشن تو محاسبه بکنی که بعد استاپ خوردن مثلا 1% از سرمایت رو ریسک کرده باشی و دقیقاً 1% از سرمایت رو از دست بدی. فرضاً اگه $100 پول داری یه جوری استاپ بذاری که وقتی استاپ خوردی $1 از دست بدی، نه بیشتر نه کمتر. الان خیلی از تریدرها میخوان 1% ریسک کنن، ولی چون فرصت خیلی کمه و قیمت مدام در حال تغییره، تا شما محاسبات رو انجام بدی و به نتیجه نهایی برسی قیمت از اونجا رفته و در نهایت مجبوری با محاسبات حدودی حالا 1.5% ریسک بکنی یا مثلا 0.5%، 0.7%. خلاصه اون عددی که مد نظرت فیکس روی 1% وای نمیستی. حتی ممکنه سایز پوزیشنتون اشتباه محاسبه کنی یا با یه اشتباه تایپی یا 10% ریسک بکنی به جای اینکه می‌خواستی 1% ریسک بکنی. خب اول از همه بهتون بگم که این ابزار یه افزونه کرومه که اد میشه روی به اصطلاح حالا اون گوگل کروم شما و به استناد اون ارتباط میگیرید با صرافیتون. یه ابزار پایتون دیگه ای هم هست که روی سرور نصب شده و با این کروم وصل میشه به صرافیتون. نکته‌ای که الان اینجا هست، شما با استفاده از این ابزار که متصل به تلگرام، اکانت تلگرامتون هم میشه، این کارها رو میتونید انجام بدید. مثلا من الان میتونم اینجا موجودی حسابم رو ببینم. به محض اینکه کلمه بالانس رو بزنم این پیام موجودی حسابم متصل میشه و ارسال میشه، من میتونم موجودی حسابم رو ببینم. بریم سراغ سایز پوزیشن. فرض رو بر این بذاریم که الان، حالا من کاری با این ندارم، فرض رو بر این بذاریم که من اینجا میخوام وارد یک پوزیشن، بذارید من یک نمودار، الان اینجا میخوام وارد یک پوزیشن سل بشم، استاپو بذارم این بالا، در صورتی که $100 پول دارم میخوام 0.1% هم ریسک بکنم، ریسک به ریواردم هم 2.2، یعنی ریسک به ریوارد 2. اینجا گزینه سل رو میزنم. بلافاصله که گزینه سل رو میزنم میبینید ارسال میشه، پیام برای من اینجا وارد پوزیشن میشه، استاپ این بالا قرار داده میشه پشت این کندل و تیک پروفیت من اینجا قرار داده میشه. به همین سرعت همه اینها انجام شده. جوری استاپ میخورم اینجا که از این $100 هم فقط 0.1% ریسک کردم، یعنی $0.1 رو قراره از دست بدم. به همین سرعتی که شما دیدید تیک پروفیت و ارزم به حضورتون که استاپتون قرار داده میشه، که اگه برید توی صرافی هم نگاه بکنید دقیقا نگاه کنید اینجا اومده و تیک پروفیت، استاپ و همچنین نحوه ورود رو مشاهده میکنید. صرافی اینجا ابزارش باز شده، اوپن اوردر من هم اینجا به این صورت مشخصه که چند تا اوپن اوردر، یکی برای استاپ مارکت، یکی دیگه هم برای تیک پروفیت که لیمیت هست. البته این توی تریدینگ ویو داره به من نمایش میده به خاطر اینکه من تریدینگ ویو رو به بایننس متصل کردم. حالا بعضی از دوستان که اتصال رو انجام نمیدن این 3 تا خط، حالا 2 تاش آبی یکیش قرمزه رو نمیبینن، ولی بقیه دوستان که دارن این کار رو انجام میدن که متصل بکنن دقیقاً اون جوری که اینجا میبینن شکل میگیره. خب نکته‌ای که هست اینه که ما در این ورود جوری سایز پوزیشنمون بسته شد
که دقیقاً همون میزان استاپ مد نظر قرار بگیره. این سایز پوزیشن به صورت اتومات با استفاده از هوش مصنوعی محاسبه میشه. دیگه شما احتیاجی نداری که دستی بیا یه سایز پوزیشن رو ببندی و بر اساس اون چی که دستی اومدی این کار رو انجام دادی ارزم به حضورت که وارد پوزیشن شده باشی. این خودش به صورت اتومات میاد اون کار رو انجام میده و برای شما این پوزیشن ها رو باز میکنه. دیگه برق بره یا هر اتفاقی بیفته، به هر طریقی شما اینترنتتون قطع بشه، پوزیشنتون به همراه استاپتون و به همراه تیک پروفیتتون در صرافی قرار داده شده. این الان میتونه یک پوزیشن موفق باشه. دوستان در نظر داشته باشید که این اطلاعاتی که شما توسط این افزونه ارسال میکنید مدام به تلگرام شما ارسال میشه. هر چی که فرستادید، هر کاری که کردید به تلگرام شما ارسال میشه. این ویژگی یک از ویژگی بسیار مهمه. من الان وقتی محاسبه میکنم میگم من امروز 3 تا پوزیشن موفق داشتم یا 3 تا استاپ پشت هم خوردم، دقیقاً اون استاپ ها هر کدوم 0.1%، 1%، 10%، هر چی که اینجا به عنوان ریسک معرفی بکنم برای من پوزیشن رو محاسبه میکنه و داخل صرافی من قرار میده. حالا این پوزیشن من داره میره نزدیک به تیک پروفیت داره میشه، تقریبا نصف راه رو طی کرده. حالا من یه مقداری میخوام میزان این استاپ و غیره رو جابجا بکنم. مثلا فرض رو برای میذاریم که میخوام بیام ریسک فری بکنم، استاپمو بیارم پایینتر، میبینید استاپ هم اومد پایینتر و میخوام تیک پروفیت هم نزدیک بکنم که زودتر یک کدوم از این دو حالت اتفاق بیفته که شما ببینید نتیجه کار چی میشه. حالا من مثلا یه تغییری توی استاپم دادم، استاپم آوردم ریسک فری کردم، یعنی به نقطه سر به سر ورودم آوردم و تیک پروفیتم نزدیکتر کردم که قیمت یک کدوم از این دوتا رو بزنه و شما ببینید که به صورت اتومات اوردر بعدی هم خود به خود برداشته میشه. من اینجا ویدیو رو پاز میکنم تا یکی از این دو حالت اتفاق بیفته. خب الان قیمت نزدیک به استاپ ما یعنی فری ریسک ما شده. اگر بزنه بله، خب الان نکنیم فری ریسک ما زده شد. میبینید که به صورت اتومات اوردر رفت، استاپ برقرار شد و تیک پروفیت ما هم اینجا برداشته شد و عملا شما دیگه هیچ اوردر و پوزیشنی توی این صرافی ندارید. الان من مجدد میخوام وارد یه بای بشم که استاپم این پشت باشه و اینجا وارد پوزیشن بای بشم که میبینید بلافاصله استاپ گذاری، نوع اوردر قرار دادم به چه صورتی اینجا اومده و حالا تشخیصم این بوده که اینجا یک ترند لاینیه که الان من به سمت بالا میخوام حرکت بکنم و بلافاصله بعد از اینکه اوردر بای رو زدم دقیقاً میبینید این سایز پوزیشن با سایز پوزیشن قبلی متفاوته. یعنی جوری اومدم سایز پوزیشن رو چیدم که با استفاده از هوش مصنوعی من فقط بای و سل رو زدم و با این خیالم راحت که بیشتر از 0.1% در این پوزیشن من از دست نمیدم. هر اتفاقی که بیفته، کاری که برای من اینجا داره اتفاق میفته اینه که من 0.1% از سرمایه‌ام رو ریسک کردم. فقط کافیه شما در این با این افزونه، با این استراتژی، با این هوش مصنوعی که دارید استفاده میکنید، شما فقط باید تحلیل بکنید و نقطه ورود رو به دست بیارید. بعد از اینکه نقطه ورود رو به دست آوردید دیگه هیچ استرسی بابت اینکه حالا سایز پوزیشن هم چقدر باشه، حالا با چه سایزی باید وارد بشم، چجوری استاپ بذارم، چجوری تیک پروفیت بذارم، همه این کارا رو خودش انجام میده که اگه سربرگ صرافی هم کنارش داشته باشید میتونید حتی پوزیشناتون رو مدیریت بکنید، یه خورده کم و زیادم بکنید که الان اینم خوشبختانه داره به سمت تی پی ما حرکت میکنه. اولی که تی پی 1 ما رو حدوداً رفت، اینم تقریبا تی پی 1 رو تا الان زده و نزدیک تی پی 2 ما قرار گرفته. من الان وای میستم ببینم کدوم یکی از این دولت اتفاق میفته. خب میبینید که قیمت تا تی پی 1 ما رفته و الان داره یه اصلاح میکنه. من مجدد یه فری ریسک انجام بدم و استاپم رو بیارم بالاتر که الان با فری ریسک از پوزیشن خارج بشم که دقیقا میبینید باز این اتفاق افتاده و
با فری ریسک برای ما خارج شده. من اگر منتظر میمونیم یا اگر اینجا کمی زودتر وارد پوزیشن میشدیم الان به TP 2 ما به راحتی زده شده بود. کاری که ما اینجا انجام میدیم اینه که ترید کردن رو راحت میکنیم. فقط تحلیل میکنید و بعد از اینکه تحلیل کردید فقط دکمه خرید یا فروش رو با توجه به چیزی که میخواین میزنین. هر جا بزنید بر اساس همونجا میاد و TP و استاپ شما رو قرار میده و شما میتونید همزمان وارد پوزیشن بای، سل و هر کدوم از این دو حالتی که میخواین بشید. هر زمان هم که خواستید میتونید بالانستون رو نگاه بکنید، بلافاصله درخواست بالانس میزنید و میزان بالانستون رو براتون ارسال میکنه. این جزو مزیت‌های این مبحث است. این شد بخش اول. اما بریم سراغ بخش دوم. بخش دوم چیه؟ بخش دوم باز یک بخش شگفت انگیز دیگه است. ببینید من 2 تا خط الان اینجا قرار میدم. یکی مربوط به ورود به پوزیشن بای هست و یکی دیگه مربوط به ورود به پوزیشن سل. روی اینا یک تنظیمات آلرتی قرار میدیم که وصل میشه به همین رباتمون و اینجا خطم رو قرار میدم. یعنی آقا اگر قیمت به این نقطه برسه برای من وارد پوزیشن بای بشه. به محض اینکه وارد میشه نگاه کنید پوزیشن وارد شد، به محض اینکه به خط من برسه وارد پوزیشن میشه، استاپ رو بعد از پشت این کندل بریک اوت قرار میده و TP رو 1/2 به این صورت قرار میده. یک بار این حالت رو انجام میده و من دوباره این خط رو تکون بدم آماده میشه برای پوزیشن بعدی من. الان بلافاصله اوردر من با استناد این خط قرار داده شد. این دومین آپشن این به اصطلاح نرم افزار و این ابزار ترید هست که به استناد قرار دادن خط‌ها یا قرار دادن کانال‌ها یا حالا هر مدل خط دیگه‌ای که مد نظرتون هست میتونه پوزیشن وارد پوزیشن بشه، بای بشه، استاپ بشه یا اینکه تیک پروفیت بشه. الان این داره به سمت استاپ ما حرکت میکنه و میبینید سایز پوزیشن ها هر کدوم با توجه به فاصله استاپی که دارن متغیره. این مزیت این به اصطلاح نرم افزار هست که شما هر زمان هر جا وارد پوزیشن بشید سایز پوزیشنتون دقیق محاسبه میشه که بیشتر از یه حدی استاپ نخورید. دقیقاً فیکس رو همون درصدی که هست استاپ بخورید. خب من خیلی منتظر شدم که ببینم آیا یک کدوم از این دو حالت اتفاق میفته برای این پوزیشن، آیا تیک پروفیت میشه یا استاپ، که فعلا اتفاق خاصی روشون نیفتاده. با این تفاصیل من الان این پوزیشن رو میبندم و میبینید که با بستن کلوز کردن پوزیشن هر دوتا تیک پروفیت استاپ از روی نمودار من به اصطلاح حذف میشه و میره. این جزو قابلیت‌های بعدی این استراتژی هست که شما با استناد خط میتونید بای استاپ سل بکنید. الان من اینجا مجددا میتونم یک بای استاپ ست بکنم و به محض اینکه مثلا قیمت به این های رو شکوند به سمت بالا وارد یه پوزیشنی بشه که استاپ رو این زیر بذاره و عرضم به حضورتون که TP رو بالاتر بذاره و همزمان هم میتونم یک پوزیشن سل اینجا ست بکنم. یعنی اگر این رو به سمت پایین بشکونه برای من وارد پوزیشن سل بشه. یعنی الان من همزمان اینجا 2 تا آپشن رو فعال کردم که با این خطوطی که اینجا قرار دادم هر کدوم به سمت بالا یا پایین شکسته بشن پوزیشن من اجرا میشه. حالا اگر تحلیل شما این هستش که در این قسمت فقط روند باید سوی، خب الان اینجا خط بالایی من تاچ شد. ببینید به همین سرعت برای من دیگه کاری با این خط پایینی نداریم، اینو جور میکنیم. به همین سرعت برای من بلافاصله این خط تاچ شد، استاپ رو گذاشت، سایز پوزیشن رو ورود زد و تیک پروفیت رو برای من قرار داد. شما به استناد این خط میتونید اوردرهای بای استاپ ست بکنید و بلافاصله وارد پوزیشن بشید. با همون سرعت هم داخل صرافیتون به اصطلاح این انجام میشه و پوزیشن ها قرار میگیره. این قابلیت اتصال به همه صرافی ها رو داره، حتی قابلیت اتصال به متا تریدر هم داره، ولی خب یه مقدار کار با متا تریدر متفاوته.
اما قابلیت اتصال به متاتریدر رو داره، قابلیت اتصال به تمام صرافی‌ها، بایننس، بینگیکس، بایبیت، هر صرافی که شما دارید کار میکنید، چه صرافی‌های داخلی چه صرافی‌های خارجی، تمام اینها رو داره و این انتخاب دیگه با شماست که با کدومی که از این صرافی‌ها میخواید کار بکنید. این 2 تا قابلیت بود که این 2 قابلیت رو من الان برای شما اینجا به نمایش گذاشتم. باز هم مجددا میتونم همزمان یک بالانس، یک موجودی حساب بگیرم که موجودی حسابم رو به من نشون بده که در آخرین لحظه نگاه من اینجا به محض اینکه بزنم اینجا برای من در کسری از ثانیه میاد. یعنی میتونه این متصل بشه به عرضم به حضورتون که تلگرام شما و اطلاعاتی که شما مد نظرتون هست رو وارد بکنید و بعد ازش بتونید خروجی بگیرید. همینجا هم شما وقتی دیدگاه رو به سمت صعود دارید میبینید، حالا چون این مبحث آموزش ترید نیست، این مبحث آموزش عرضم به حضورتون که فقط نشون دادن این ابزاره، اما من این خط رو میتونم به این صورت اینجا به صورت ترند لاین قرار بدم و بگم به محض اینکه این خط به سمت پایین تاچ بشه به اصطلاح برای من وارد پوزیشن بشه، یا در تنظیمات آلرت این خط میتونم بیام و بگم کراسینگ دانش، یعنی به سمت پایینش حتما بعد از کلوز صورت بگیره. یعنی اگر کلوزش اگر روی این قرار بگیره زمانی هستش که کلوزش زیر عرضم به حضورتون که این خط قرار بگیره. حالتهای مختلفی واسه این خط میتونم در نظر بگیرم که با هر کدوم از اینا آلرتی که ست میکنم منجر به ورود یک پوزیشن به اون شرایطی که من میخوام باشه. حالا این جزو آپشن دوم این هست که نداشتیم در گذشته در تریدینگ ویو که همچین آپشنی فعال بشه و شما بتونید این کار رو انجام بدید تماما توسط یک افزونه کروم و یک سرور VPS که فکر میکنم ماهی تقریبا اگر اشتباه نکنم 5-6 یورو هستش هزینه این سرور. یه سرور CX32 کاملا کفایت میکنه. به استناد این سرور شما تماما میتونید پوزیشن هاتون رو یا تریدتون رو مدیریت بکنید و بدون هیچ دغدغه و مشکلی وارد اون پوزیشن هایی بشید که دلتون میخواد. اینم صرافی هست که میبینید 2 تا اوپن اوردرز برای ما قرار داده که هر 2 تا یکی برای TP یکی برای استاپ هست. این آپشن دومی هستش که این افزونه کروم به ما میده و شما اگر راغب باشید هم میتونید به صورت اشتراک ماهیانه از این استفاده بکنید، همین که اصلا کل کد رو و شرایط اتصال و نحوه برقراریش رو برای خودتون به اصطلاح ست بکنید و خودتون رو سیستم خودتون رو VPS خودتون اجرا بکنید. به نظر من هر تریدری که در حال ترید کردن تو این بازار هست باید یک همچین افزونه، یک همچین قابلیتی داشته باشه که تمام تک پرافیت ها و تمام استاپ لاس هاش دقیقاً طبق مدیریت ریسک پوزیشن خودش باشه. نکته بعدی که حالا من هی پوزیشن باز میکنم همشون هی به سمت TP حرکت میکنن، دارم دلش نمیاد اینا رو ببنده. حالا سودی نیست، مبلغی نیست، فقط من دارم با حداقل سایز ممکن میرم که بحث آموزشیش باشه. الان میبینید این سومی هم حرکت کرده به سمت بالا و داره به سمت تک پروفیت ما میره. مبحث بعدی که این افزونه به ما میده بحث ترید با استراتژی ها و ربات ها هست که شما در قبلا به اصطلاح دیدید سایت های مختلف که تونستن این کار رو به شما، این خدمات رو به شما میدن، مثل سایت تریکوماس که شما میایید و استراتژیتون رو یا اندیکاتورتون رو به عرضم به حضورتون که صرافیتون متصل میکنید. این استراتژی هم دقیقاً این آپشن و این قابلیت رو داره که شما بتوانید به اصطلاح یک فرض رو بر این بذاریم که این استراتژی رو ما در پوزیشن لانگ قرار میدیم و میخوایم این استراتژی رو متصل بکنیم به صرافیمون و بر اساس آنچه که این استراتژی به ما آلرت ورود یا خروج میده وارد شرایط عرضم به حضورتون که معامله بشیم. حالا من این رو میبندم، این پوزیشن باز رو میبندم که بریم سراغ آموزش این استراتژی.
این قسمت هم استراتژی رو میبینید که هر جایی که نیاز باشه و آلرت ورود به ما بزنه وارد پوزیشن میشه. حالا چطور کار میکنه؟ بذارید من برم وارد یک تایم فریم مثلا 15 ثانیه بشیم که تعداد آلرت هایی که به ما میده خیلی بیشتر باشه. حتی میتونیم وارد تایم فریم، البته نمیدونم این ارز یه خورده بیریخت میشه کندلاش، همون 15 ثانیه بهترین حالتش هست برای اینکه ما متوجه بشیم به چه صورتی است. بذارید من اینو بیارم اینجا قرار بدم که به تریدهای قبلیش کاری نداشته باشیم. یه پاز اینجا من بزنم، یه تنظیمات اولیه رو انجام بدم، برسم خدمتتون. خب نکته ای که هست، ما الان اینجا میخوایم وارد ارزم بزرگ این استراتژی رو متصل بکنیم به رباتمون که برای ما ترید رو انجام بده. اول من تنظیماتی که مربوطه مثلا این رو هم اضافه میکنم که فقط میخوام برای من پوزیشن برداره. این همون سوپر اسکالپی هستش که من معرفی کردم قبلا داخل چنل، شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب اینو مثلا اینجا قرار میدیم. حالا میبینیم یه دونه پوزیشن از قبل برداشته، ما اینو میایم توی آخرین کندل قرار میدیم که پوزیشنی برای ما بر نداشته باشه و بلا فاصله آلرت رو براش تعریف میکنیم. این WIF هست. بعد ارزم به حضورتونم که اینم متن آلرت و کرییت رو میزنیم. از این ساعت به بعد هر زمان که این استراتژی برای ما پوزیشن بای رو صادر بکنه، به اصطلاح بلا فاصله این آلرت صادر میشه و ربات پایتون ما از این استراتژی ما تبعیت میکنه و وارد پوزیشن میشه. این قابلیت سومی هستش که به اصطلاح این ربات پایتون یا این افزونه کروم هر چی که اسمش هست، این به شما این اجازه رو میده که شما وارد ترید بشید. حالا ما منتظریم که ببینیم به ما یک پوزیشن ورود میده که وارد بشه یا نه. خب یه پوزیشن میبینید با چه سرعتی صادر شد، آلرت رو صادر کرد و وارد پوزیشن شد و هم استاپ و هم تیک پروفیت برای ما قرار داده شد، دقیقاً با همین سرعتی که شما دارید میبینید و این عملکرد بعدی ما هست. حالا این چون مدیریت سرمایه‌اش خورده بیشتر بود، الان میبینید توی حرکت کوچیک خب میزان سودی که داره به ما میده میزان سود بیشتریه. حالا من این چون صرفاً آموزشی بوده باز هم به اصطلاح این رو با همین 1% 1 دلاری که به من داده پوزیشنش رو میبندم که وارد عرصه ترید شده باشیم. در نهایت 3 تا آپشن و 3 تا قابلیت این ابزار به شما میده. قابلیت اول این هستش که بتونید به وسیله بای و سل آن چیزی که مد نظرتون هست رو وارد پوزیشن بکنید. دیدید که اینم تک پروفیت میشد. وارد اولین حالتش اینه که شما بتونید اون چیزی که دلتون میخواد با ترید دستی همینجا اگر به استناد این میتونید وارد گزینه سل بشید و بلا فاصله، یعنی اینجا سلتون رو میزنه، استاپتون رو الان من زدم، سل اینجا، استاپ این بالا، کاری با این استراتژی نداریم. میبینید که دقیقاً الان اینجا به این سمت برای ما اومده و استاپ گذاری رو انجام داده، تی پی هم برای ما قرار داده، استاپ هم برای ما قرار داده. استاپ هم یک مقداری از اون های ما بالاتر قرار میده. پس مورد اول این هستش که ما با دست بتونیم تریدمون رو انجام بدیم. حتی میتونید ریسک بریوارد رو به جای 2.2 از مثلا ریسک بریوارد 1 استفاده بکنید. همزمان هر زمان خواستید بالانستون رو ببینید. مجددا من اینجا بالانسم رو میتونم ببینم و فرض رو بر این بذاریم که من الان میخوام اینجا یه حالت اسکالپ توری انجام بدم و با ریسک بریوارد 1 وارد پوزیشن بشم. سعی میکنم، منتظر میشم که وارد یک به اصطلاح یک نقطه مناسبی رو گیر بیارم برای ریسک بریوارد 1:1. خب مثلا من الان اینجا فکر میکنم برای بای شرایط مساعدی داشته باشه، یه خورده دیر شد برای زدنش. اونجا هستش که این خط رو داشته باشیم، بلا فاصله میتونیم وارد پوزیشن هامون بشیم. در برگشت این قیمت به سمت پایین من بلا فاصله با ریسک بریوارد 1 میخوام یک اسکالپ کوچیک بکنم.
حالا اینجا ببینیم آیا مثلا اینجا میخوام یه سل ریز بگیرم ببینم آیا میشه یا نه. بلافاصله دکمه سل رو میزنم و این برای من یه ریسک به ریوارد 1 میاد چیکار میکنه، یه پوزیشن باز میکنه که شما اگر خواستید اسکلپ بکنید بلافاصله سریع بتونید این کار رو انجام بدید. ولی خب اینجا الان نباید شورت گرفته میشد، نباید وارد پوزیشن سل میشدیم چون در یک روند به شدت صعودی هستیم. ولی من فقط میخواستم به شما نشون بدم که میشه با این هر جوری که دلتون میخواد اسکلپ رو هم انجام بدید، با توجه به اینکه اوردرهایی که میذاره اوردرهای لیمیت هست. هر کندلی با هر سرعتی این اوردرها رو تست بکنه. الان اینجا دقیقاً تک پروفیت ما با ریسک به ریوارد 1 در خلاف جهت انجام شد بدون اینکه ما پوزیشنی رو ببندیم یا باز بکنیم. این عملکرد به شدت برای تریدرهایی که در حال ترید کردن روی سایت هستن، روی تریدینگ ویو هستن، به شدت براشون پولساز خواهد بود. بحث اول ما بحث ترید با اوردرهای بای و سل روی مارکت. بحث دوم ما اوردرها به استناد خطوط بای و سل هست. تایم فریم من میبینید تایم فریم 15 ثانیه است که من الان دارم خدمت شما به شما نشون میدم و بحث این خطوط بای و سل ما هست که شما میتونید باش کار بکنید. در نهایت هم میتوانید استراتژی هایی که مد نظرتون هست و دارید اون استراتژی ها رو، حالا چه این استراتژی یا هر استراتژی دیگه ای که دارید رو وارد این ربات بکنید و اتصال بین صرافی و تریدینگ ویو رو به راحتی انجام بدید. در تمام عرضم به حضورتون که در تمام صرافی ها و در تمام بروکر ها میتونید این کار رو انجام بدید. هم به صورت اشتراک ماهیانه میتونید این کار رو انجام بدید، هم این که میتونید کاملا کدش رو خریداری بکنید. چند مدل کد و افزونه کروم و این داستان ها رو داره که همه با هم بالمجموع میتونید منجر به سودرسانی شما بشه. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. اگر سوالی دارید، اگر حرفی هست، با من ارتباط بگیرید. من تا اونجا که میتونم کمکتون میکنم. همزمان هم این ویدیو رو برای تمام دوستان و آشنایتون که ترید میکنن اگر دوست داشتید ارسال بکنید. لایک و کامنت فراموش نشه. سپاس بیکران. خدا نگهدار.